سلام دوستان و خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری خونه بسازید در ماینکرافت. اول از همه باید ماینکرافت رو دانلود کنید. دانلود. خب بعد میاین این چیه دیگه؟ چه آهنگی؟ آهنگ مزخرف. آهنگو اول خاموش کنید. خب حالا ما در ماینکرافت هستیم. در ماینکرافت یه عالم مربع وجود داره. اول باید یه مکان پیدا کنید که خونتون رو توش بسازید و بهتری که یه مکان صاف پیدا کنید که نیازی نباشه که حتی یه حالت نمیدونم. بعدش باید درخت بکنید. نگاه کن اینجا یه درخته. و مهمترین قسمت این قسمت اینه که وقتی که هستید در حال کندن چوب باید فکر کنید برای رفتن تو جوب. من میخوام اینجا خونه بسازم. برو کیشده پیخه حرکت کن آقا. برو. ای بابا، فقط در جایی که دلتون میخواد میذارید. اینطوری ها، چه جالبه. من دارم با زندگیم چی کار میکنم. با همینطور لایه اضافه میکنی تا دراز بشه خونتون و زیبا به نظر بیاد از دور. اینم از خونه ما. ممنون که دیدید و کانال تلگرام جوین بدید. البته هیچی پست نمیذارم. ماینکرافت سرگرم کننده ترین بازی جهان است، همینطور که میتونید ببینید. خیلی خوب، من برم بخوابم. خداحافظ.